عزت نفس. حتما خیلیاتون از خودتون پرسیدید که اصلا عزت نفس چیه؟ چرا انقدر مهمه؟ اگه میخواید بدونید چطور میتونید عزت نفستون رو تقویت کنید و از تاثیرات منفی کمبودش در امان بمونید، تا آخر ویدیو با من همراه باشید. عزت نفس چیست؟ عزت نفس یعنی ارزشی که ما برای خودمون قائلیم، یعنی اینکه چقدر خودمون رو دوست داریم و به تواناییامون ایمان داریم، لایق خوشبختی و موفقیتیم، یا به طور کلی به میزان آگاهی و درکی که از ارزشمندی خودمون نسبت به تمام جنبه‌های وجودیمون داریم گفته میشه. عزت نفس مثل یه بنیان محکم برای زندگی ماست که همه چی روش بنا میشه، که کمبودش میتونه تاثیرات مخربی تو زندگیمون داشته باشه. مثل ترس از شکست. وقتی عزت نفس پایین باشه، از شکست خوردن میترسیم و به خاطر همین دست از تلاش کردن و ریسک کردن میکشیم. کمبود عزت نفس باعث میشه تو انتخاب دوستا و شریک زندگیمون هم دچار مشکل بشیم و روابط ناسالمی تجربه کنیم. عزت نفس پایین باعث میشه احساس ناامنی کنیم و نظر دیگران برامون مهم باشه و نگرانش باشیم. و همچنین باعث میشه اضطراب و افسردگی هم همیشه باهامون باشه. حالا کمبود عزت نفس ریشه در چه چیزی داره، یا اینکه چی باعث میشه عزت نفس پایین باشه؟ کمبود عزت نفس ریشه‌های مختلفی داره که به تجربیات دوران کودکی و تعاملات اجتماعی ما برمیگرده. راجع به تجربیات دوران کودکی اگه بخوام بیشتر توضیح بدم، میشه شامل سبک‌های فرزندپروری، نحوه تعامل والدینمون با ما، مثل حمایت یا انتقاد بیش از حد، بی‌توجهی، تجربه‌هایی که تو مدرسه داشتیم، مثل موفقیت و شکستمون تو درسامون، روابطمون با همکلاسیامون، برخورد معلم‌ها و ناظم‌ها، آزار و اذیت‌هایی که شدیم تو هر شکلی، چه فیزیکی چه کلامی، همه اینا به شدت روی عزت نفسمون تاثیر داشته. مورد بعدی راجع به تعاملات اجتماعیمون. مقایسه مداوم خودمون با دیگران، به خصوص تو فضای مجازی که هر کس اون قسمت از شخصیت و زندگیش که فوق‌العاده است رو به نمایش میذاره، درست مثل مغازه‌داری که بهترین و قشنگترین جنساشو تو ویترین مغازه‌اش میذاره. بعد ما میایم باطن زندگی خودمون رو با ظاهر زندگی بقیه مقایسه میکنیم و عزت نفسمون رو نابود میکنیم. یا اینکه تلاش میکنیم به استانداردهای غیر واقعی و دست نیافتنی برسیم، بعد که نمیرسیم شروع به سرزنش خودمون میکنیم. دلایل دیگه‌ای که باعث کاهش عزت نفسمون میشه، اتفاقای استرس‌زایی که توی زندگیمون تجربه میکنیم، مثل شکست تو زمینهای مختلف زندگیمون، یا تغییرات بزرگی که توی زندگیمون رخ میده، مثل طلاق یا از دست دادن عزیزی یا بیماری. حتی توی روابط بین فردیمون هم دلایلی مثل داشتن رابطه سمی که توش احساس با ارزش بودن نمی‌کنیم و احساس تنهایی می‌کنیم، تأثیر مستقیمی توی عزت نفسمون داره. خوشبختانه تقویت عزت نفس خیلی کار سخت و پیچیده‌ای نیست. میشه با چند تا راهکار ساده عزت نفسمون رو تقویت کنیم و احساس بهتری نسبت به خودمون داشته باشیم و خودمون رو لایق خوشبختی بدونیم. راهکار اول، خودپذیری. ناتانیل براندن، یکی از معروف‌ترین روانشناسایی که تو زمینه عزت نفس مطالعه کرده، خودپذیری رو یکی از مهمترین عوامل افزایش عزت نفس میدونه. یعنی خودت رو با همه بدی‌ها و خوبی‌ها بپذیری. به جای تحقیر خودت رو دوست داشته باشی. احساسات، افکار، رفتارت رو بپذیری. عامل دوم افزایش عزت نفس به نظر ایشون داشتن زندگی آگاهانه است. یعنی هر چی که توی زندگیت وجود داره رو همون جور که هست بپذیری. قبول کنی که نقاط قوت و ضعف داری تو زندگیت، همونقدر که مشکلات داری امکانات هم داری. راهکار سوم، اهداف کوچیک تعیین کن. اهداف بزرگ و دست نیافتنی ممکنه باعث ناامیدی بشن. بهتر اهداف کوچیک و واقع بینانه برای خودت تعیین کنی تا بهشون برسی و در ازاش به خودت پاداش بدی. نه اینکه هدف بزرگ بذاری بهش نرسی بعد شروع به سرزنش خودت کنی. راهکار چهارم، از خودت مراقبت کن. تغذیه سالم، ورزش منظم، خواب کافی تاثیر زیادی روی روحی و عزت نفس داره. پس کارهایی انجام بده که روحیت رو بالا ببره. راهکار پنجم، مهارت جدید یاد بگیر. یادگیری مهارت جدید اعتماد به نفس رو تقویت میکنه و باعث میشه احساس مفید بودن کنی. راهکار ششم، با افراد مثبت ارتباط برقرار کن و از افراد منفی دوری کن. راهکار هفتم، خودتو تحسین کن. هر روز چند دقیقه با خودت وقت بذار و به چیزایی که به خاطر اونها به خودت افتخار میکنی فکر کن. راهکار هشتم، با خودت مهربون باش. با خودت مثل یه دوست خوب رفتار کن و به خودت بگو قوی هستی و از پس هر کاری برمیای. راهکار آخر، از منطقه امنت خارج شو. چالش‌های جدید رو بپذیر. این کار باعث میشه متوجه تواناییات بشی و عزت نفست افزایش پیدا کنه. خلاصه این که عزت نفس یکی از مهمترین عوامل موفقیت و خوشبختی تو زندگیه. با تقویتش میتونی زندگی شادتری رو تجربه کنی. افزایش عزت نفس یه فرایند تدریجیه. نیاز به تمرین و صبر داره. تصور کن یه نهال میوه کاشتی.
باید بهش رسیدگی کنی و صبر کنی تا بزرگ شه که بتونی از میوه و سایش لذت ببری. حالا با کارگیری این راهکارها میتونی عزت نفس خودت رو تقویت کنی. احساس بهتری نسبت به خودت داشته باشی و زندگی شادتری تجربه کنی. فقط کافیه خودت رو دوست داشته باشی و به خودت باور داشته باشی. دوست عزیزم، باید به خودت افتخار کنی که داری تلاش میکنی و روی خودت کار میکنی تا بتونی زندگی بهتری داشته باشی. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و ازش لذت برده باشید. ممنونم که به دوستانتون کانال ذهن زیبا رو معرفی میکنید و با لایکتون به من انگیزه میدید. واقعا ازتون سپاسگزارم. توی کامنت ها بهم بگید که کجا کمبود عزت نفس باعث آثار مخرب توی زندگیتون شده.